ابو محمد المدنی برادر بزرگوار ما جوان است. حتی حتی ما من حیث یک شاگردش هم نمیایم فکر بکنین. یعنی ما ابو عمری که از 2004 اینمی رشته اینمی چیزم است، در راه حق روان هستم، در راه دعوت روان هستم. ابو محمد المدنی حفظه الله، این الله جو اینقدر علم برش داده در اصول حدیث، تفسیر، عقیده جوره نداره. قبول بکنین. ما با خود شیخ هم صحبت هم کلام شدم، با کتابای از او را دیدم، سبحان الله، رساله از او را دیدم. یعنی امو دیشب یک برادر ما قصه کردن، امروز بسیار جگرخون شدم، بسیار جگرخون شدم. ما در روز قیامت او ذاتی که عادل است، اونایی که تمسخر کردن و سرش خنده کردن، وای برادر ما آمدن ان شاء الله از گردن قبول کنه که ما از همینجا شیشتما چالش میتونم که در هر عالمی که میخواد با بحث بکنه، من در مقابلش هستم و به امیر ما در استودیو میام باش بحث بکنه. فقط چی؟ فقط یک 10 دقیقه، زیاد نه 10 دقیقه. یعنی او شخصی است که از مدینه منوره به درجه اعلا فارغ شده، به درجه اعلا فارغ شده. ماشاءالله. مثال بسابال است. 50 استادار زانو زده و آدم. الحمدلله. 50 استادار زانو زده. یک کسی که عالم دین است، بالاتر از یعنی صدها شاگرد در تمام نقاط دنیا داره و طلبای از او را ببینین هر کدامش خود از این لیسانسر است در شریعت. یک انسان لیسانسر میایی حالا هویت تا معلوم دی عیب است برای موافقانه. شرم از بالا، شرم از نه. من خجالت بالا کشیدم، والا من خجالت کشیدم. در وجدانم خجالت کشیدم. بسیار سوی ما پایین است، بسیار برادر عزیز. اما یک شخص چرا منم یه چیز اما خودکش بیگانه پرور. نه نمیره خمسم دیگه.